و جالب اینجاست، حالا مثلا دیسم بکنم، جالب اینجاست کارفرما هم اینو هیچ وقت توی پیجاش اعلام نکرده و گفته طراح اینجا از هلند اومده. شما همیشه اینه که ما از معماری به محتوا میرسیم، یعنی یه چیزی درست می‌کنی بعد میگیم این چیه، بعد میگیم خب من مربع گذاشتم که مثلا نشان از مثلا استقامت باشه، این نیست، قبلش فکر کن چرا. من میرم دانشگاه، میام دو تا طراح داخلی خونه عمو میکنم، میگن که مثلا خب پس تو خیلی معمار شدی دیگه، برو تو جامعه با پول مردم بیزینس کن. یه همه عجیب بود، همه میومدن به من میگفتن که این چه کاریه کردی، سر و صدا اینجا پیچیده، ما اصلا نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. مسیر معمار شدن من آسون نبود. من 17 سال دانشگاه رفتم و خیلی برای اینکه امروز اینجایی که هستم باشم تلاش کردم. یلا گلریز هستم، معمار و کارآفرین حوزه معماری. 15 سال سابقه کار در زمینه طراحی و اجرای معماری دارم. طراحی صنعتی خوندم، معماری خوندم و در نهایت معماری به مثابه هویت و معنا رو مورد علاقه خودم دیدم و اون رو به شکل یک کار حرفه‌ای در زمینه فعالیت‌های معماریم ادامه دادم. چه زمانی متوجه شدی که نگاهت به فضا با دیگران متفاوته؟ اون لحظه خاص رو به یاد میاری؟ خیلی سال پیش که رفته بودم نمایشگاه کتاب، یه کتابی بود به اسم 10 بنایی که هر معماری باید بشناسد. من خیلی به ماندگار بودن معتقدم و فکر میکنم که چیزای زیادی توی دنیا نیست که آدم ها رو موندگار میکنه. یکی از اینا ساختمونه. به این فکر کردم که ساختمونا چطور میتونن آدم ها رو حفظ بکنن. بعد به این فکر کردم که چقدر چیزهایی که توی دنیا امروز توی ایران حداقل وجود داره این ماندگاری رو توی ذهن آدم‌ها ایجاد میکنه، یعنی برای آدم‌ها تجربه متفاوتی ایجاد میکنه. اون کتابه یکی از چیزایی بود که باعث این شد که من یه مسیر متفاوتی رو برم. اما برای من اینطوری بود که خب پس من باید چیزی فراتر از ساختن یک ساختمون داشته باشم. اهرام مصر خیلی ساده میتونستن فقط ساختمون باشن، یا تمام ساختمون هایی که توی دنیا ارزشمند شدن فقط میتونستن یه ساختمون باشن. چه چیزیه که اینها رو برای ما اینطوری ماندگار کرده؟ هویت، تجربه، یه ظاهر متفاوت، یک روش تولید دیگه، چیزی که وقتی میری جلوی اون نیستی به انسان بودن خودت افتخار میکنی. حالا شاید نتونی بری توی اون مسیر به اون اندازه یه کاری انجام بدی که لازمه یه جور دیگه به فضا نگاه بکنیم، یعنی از صرف متریال و بنا و طرح 1 و 2 و 3 بیایم بیرون و تبدیلش بکنیم به یک فضای انسان محور. در طراحی یک فضا دقیقاً به دنبال ایجاد چه تغییری در رفتار افراد هستی؟ من معتقدم که یک سری علوم میتونن ایجاد فرهنگ بکنن. یکی از تجربه‌های خیلی جالب من تو طراحی فضا یه فضای اداری بود که خیلی به اصرار میخواستن که فضاها رو با یه سری دیوار صلب از همدیگه جدا بکنن که اتاقهای مختلفی برای حالا لول‌های مختلف کاری ایجاد بکنن. من خیلی تلاش کردم که اون فضا رو تبدیل کنم به یه شعر آفیس، چون توی دنیا دیگه اینطوری نیست که اختلاف طبقاتی بین مدیر و کارمند وجود داشته باشه. اولین باری که بعد از اینکه این فضا طراحی شده بود و مثلا پرسنل رفته بودن سر کار، رفتم توی اون فضا، یه همه عجیبی بود. همه میومدن به من میگفتن که این چه کاریه کردی، سر و صدا اینجا پیچیده، ما اصلا نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم. 1.5 ماه بعد که رفتم همه با یک ولومی صحبت میکردن که هیچکی مزاحم هیچکی نبود. معماری جزء اون علماییه که میتونه در رفتار آدم‌ها فرهنگ‌های مختلف چه به درست چه به غلط ایجاد بکنه، به شما مسیر بده، به شما احساسات مختلف بده، به شما تجربه زندگی کردن بده. همونقدر که میتونه مسیر درست بره، همونقدر هم میتونه مسیرهای اشتباه بره. همونقدر که میتونه تجربه شهری خوب ایجاد بکنه، همونقدر میتونه تجربه شهری غلطی ایجاد بکنه. این شاید به اون نگاه آدم‌ها برمیگرده، یعنی به اون روشی که معمار پیش گرفته. اما در نهایت به نظرم معماری میتونه یه علم انسانساز باشه، چون شما در یک نمای اغتشاشی شهری یک آدم با اعصاب راحت و آرامش نخواهید بود. وقتی یک شهری رو میبینید که در یک هارمونی و در یک مسیر درست پیش رفته، آدم‌های بهتری هم هستیم، یعنی مثلا اعصابمون بهتره. نظر شما معمار تا چه اندازه میتونه یه روانشناس باشه؟ اگر نگه معماری واقعا 100% یک علم روانشناسیه، به نظرم 50% هست. به گفته یکی از استادای عزیزم، معماری یک اقیانوسیه به
ضخامت 1 سانتیمتر. یعنی تو باید همه چیز رو بدونی ولی انقدر که به دردت میخوره. اما به نظرم توی روانشناسی معماری شما اگر نتونی کاربر رو بشناسی و رفتارش رو از پیش تعیین بکنی و براش یه پلنی برنامه بریزی، نمیتونی در نهایت یه تجربه صحیحی بهش بدی. به خاطر اینکه مثلا من کار اصلیم، یعنی اون چیزی که همیشه بهش افتخار میکنم اینه که به شکل تخصصی شهربازی ساختم. اگر نتونی یک کودک و رفتار کودک رو بشناسی، مثل اون بازی بکنی، مثل اون فکر بکنی، اندازه اون بشی در ابعاد، نمیتونی فضای درستی برای کودک درست کنی. کودک توی یک اتاق یه سقف 2.80 داره احساس ناامنی میکنه، میشه گلیور و لیلیپوت. از اونجایی که من کارم بیشتر در فضاهای عمومی و کمتر در فضاهای خصوصی بوده، این رو میدونم که شاید کاربر عمومی از یه لحاظی ساده تر کار کردن باهاش، به خاطر اینکه با یک جمعی از آدم‌ها با یک فرهنگ و هویتی درگیری که با شناخت یک روانشناسی عمومی از اینها میتونی به نتیجه نهایی برسی. اما در مورد کارهای اختصاصی تر مثل طراحی فضاهای مسکونی یا طراحی فضاهایی که فرد محورتر هست، واقعا این چالش خیلی زیاده. تو اگر نتونی اون آدم رو بشناسی به هر لحاظی، به لحاظ رفتاری، به لحاظ خصوصیات اخلاقی، به لحاظ نیازها، به لحاظ علایق، به لحاظ عقاید، نتونی اون رو بشناسی و این رو و این ارتباط رو بین اون شخص و معماریت برقرار نکنی، پروژه میسازی که بعد از اینکه بیرون رفتی و در رو بستی، اون پروژه دیگه اون کاری که تو کردی نیست و تبدیل میشه به اتفاقهای بعدی. و بارها هم برای ما پیش اومده که پروژه هایی رو مثلا پیشنهاد شده که خب این پروژه من نیست، وقتی میبینی کنار هم مالک و پروژه رو میبینی که این دو تا چیز جدا از همه و کاملا میفهمی که این هویت با هم ارتباط نداره. و به نظرم یه معمار خوب اگر دوره روانشناسی نمیبینه، قطعا باید یک سری کتابای روانشناسی رو بخونه تا بتونه آدم‌ها رو مطابقت بهتری بده با پروژه‌ای که در نهایت تولید میکنه. پیش اومده فضایی رو که خودت طراحی کردی فاصله بگیری ازش، دلت بخواد که دوباره بسازیش، و اگر پیش اومده چرا؟ قطعاً. اول اینکه به نظرم هیچ کس در نهایت از نتیجه خروجی کارش 100% راضی نیست. همیشه وقتی فکر میکنی مثلا یه باگایی تو ذهنت میاد که مثلا کاش اینطوری نبود، کاش اونطوری، ولی اینکه آیا 100% یک پروژه رو بخوای تغییر بدی، شاید 100% اتفاق نیفته. ببینید ما در معماری پروژه های داریم که برای پرزنت، یعنی قابلیت پرزنت داره و میری در مورد اینها حرف میزنی و بهش افتخار میکنی. پروژه های داری که قابلیت پرزنت نداره به 1001 دلیل، به خاطر مشکلات کارفرمایی، مشکلات مالی، مشکلات زمانی، مشکلات محدودیت هایی که اون پروژه داشته. خب اغلب این پروژه هایی که من اصطلاحاً بهشون میگم پروژه های کتمان شده که هم دارن، اغلب این پروژه های کتمان شده پروژه هایی هستند که بهش فکر میکنی اگر مثلا این امکانات، این محدودیت نبود، این امکانات بیشتر بود، خب پروژه بهتری بود. پس قطعا توی اونا ما یک داستانایی داریم که دوست داریم برگردیم و یک اتفاق بهتری رو رقم بزنیم. اما که 100% بخوام بگم که پروژه‌ای رو جمع کنم و دوباره درست بکنم، به اون معنی خیلی، یعنی حداقل الان حضور ذهن ندارم که این اتفاق بیفته، چون به نوعی من با پروژه هام زندگی میکنم و در این مسیر زندگی کردنه تلاشم به اینه که انقدر عجین بشم با ماجرا، انقدر برم تو دلش و انقدر بشه این بشه یه بخشی از وجود من. بعد تو نمیتونی یه بخشی از وجودتو برداری، عوض بکنی، دو مرتبه یه چیز دیگه جاش بذاری. اگر قرار باشه بین نظم، خلاقیت و هویت یکی رو انتخاب کنی، کدوم اولویتته؟ به نظرم با توجه به شناختی که از خودم و طرز فکرم در این لحظه‌ای که با هم حرف میزنیم دارم، هویت. من همیشه معماری رو به نوعی خلق میبینم و میگم که حالا شاید نه در تمثیل، اما یک نوعی آفرینشه که انگار خدا هم انسانها رو با همین داستان خلق میکنه. خدا خیلی خلاقه، خیلی کارهای با نظمی انجام داده، پرنده ها رو آفریده، اما در نهایت چی بهمون داده؟ هویت. یعنی من خیلی خلاقانه ساخته شدم،
اون همکارم، اون دوستم، اون آدم، هممون خلاقانه ساخته شدیم. ولی اگر هویتمون ازمون بگیری در نهایت هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. به نظرم در آفرینش معماری هم همین اتفاق داره میفته. این هویته که اون داستان رو میسازه. اما به مثابه پروژه این اتفاق متفاوته. یعنی شما در پروژه های نیاز به خلاقیت بیشتر داری، در پروژه هایی که نیازی به خلاقیت نداره به هر دلیلی و نیازی به هویت خاصی نداره و قراره که این پروژه اجرا شده و تموم شده و بیرون رفته باشه، شاید نظم بیشتر به دردت بخوره، چون تو هویت رو نمیشناسی و خلاقیت هم حالا به دلیل همه محدودیت هایی تو پروژه ها هست به دردت نمیخوره. پس نمیتونیم بگیم 100% چه چیزی سایه میندازه به پروژه ما. اما اون چیزی که میگم به نظر من در نهایت یه پروژه رو پروژه میکنه و اینها رو از هم دیگه متمایز میکنه، هویتی که بهش حاکم میکنی. الهام بخش‌ترین فضای جهان برای شما کجا بوده؟ نه لزوماً اثری بزرگ، حتی یه کوچه، کافه یا یه اتاق خاص. واقعیتش اینه که هیچ جا و همه جا. دنیا برای الهام بخشیدن به وجود اومده، در هر چیزی، حتی در بناهای غلط، حتی در اون طبیعتی که میبینی، در گیاها، در حیوانات، در گربه ها. من معتقدم که هرچی در فضاهای هنری تر زندگی بکنی، اون قدرت خلاقیتت قوی تر میشه. یعنی تو اگر در یک شهر هنرمحور، مثلا اگر تو در اصفهان زندگی بکنی، در بافت زندگی بکنی، آدم خلاقتر و با ذهن هنرمندانه و تلطیف شده تری هستی تا یک شهری که حالا یه ماهیت صلح تری داره، حتی در اون شهر که در چه محله‌ای باشی. شما حتی بعضی وقتا با نگاه کردن به پروژه های اشتباه هم، یعنی پروژه هایی که به لحاظ شهری شاید خیلی تحسین شده نباشن، این احساسات رو تجربه میکنی و احساس میکنی که از این داری یه ایده میگیری و بتونیم از هر کدوم از این تجربه داشته باشیم. من بعد از سالها پارسال نمایشگاه دبی رفتم و با یه شهری مواجه شدم که یک مجموعه ای از پیشرفت، ترس و به نوعی ثروت رو در کنار هم دیدی. در شب خیلی برام عجیب و جالب بود. احساس می‌کردم که کاش مثلا ما یه شهری داشتیم با این هویت، ولی آیا مثلا زندگی ما زندگی مثل الان مثلا زندگی راحتی بود یا مثلا زندگی راحت‌تری رو تجربه می‌کردیم؟ بعد به این فکر کردم که خب پس من باید بیام سراغ تولید فضاهایی که همینقدر مدرن، همینقدر منظم و همین جزئیات و تاثیرگذار باشه. 2 مرتبه توی همون شهر رفتم به یه فضایی در یه بافت قدیمی، یه کارخونه‌ای که یک شهر صنعتی که کارخونه‌اش اومده بود با قطعه‌های کوچیک تبدیل کرده بود به فضاهای کافه‌ای، فضاهای تعاملی، فضاهای استارتاپی و اتفاق دیگه. بعد من اینطوری بودم نه این همه مدرنیته به درد من نمیخوره. من دوست دارم بیام یه فضاهای کوچیک و کوزه‌ای داشته باشم که مردم اونجا بیان با همدیگه حرف بزنن و احساس خوبی داشته باشن. به نظر من همه چیز میتونه الهام بخش باشه. مسئله اینه که تو اون لحظه تو کجا باشی، به چی فکر بکنی و اون مسیری که الان جلوت گذاشتی بر مبنای زمان و مکان چی باشه. اون حسی که گفتی حس ترس گرفتم. چرا حس ترس؟ خلوته، در تاریکی تعداد عجیبی چراغ روشنه که احساس میکنی پشت تمام این چراغ‌ها جز در و دیوار صلح هیچ چیز دیگه نیست. هیچ احساسی از وجود انسانی یک شهر نمیگیری. احساس میکنی که خب الان در باز میشه و رو. کتاب یا متفکری که بیشترین تأثیر رو به نگاه معماریتون گذاشته؟ شور زندگی. به نظر من معمارانه ترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که زندگیمون رو بسازیم. زندگی خودمون. چیزی که امروز من رو به این همه تلاش شبانه روزی که شاید از بیرون اینطوری به نظر بیاد که خب این خیلی زیادیه، واداشته همین شور زندگیه. من همین الانی که داریم صحبت میکنیم کتاب شور زندگی رو میخونم که زندگی نامه ون گوگه. تو این کتاب برای من این اتفاق افتاده که هر چقدر این آدم زندگیش سخت‌تر میشه برای ادامه دادن و به نتیجه رسیدن بیشتر تلاش میکنه. درسته که شاید این کتاب از یک فرهنگ قدیمی اروپایی
در زمان حالا مثلا 200 سال پیش ایده نشأت گرفته شده باشه که رنج زندگی رو میسازه، اما به نظر من این غیر واقعی نیست. تو این کتاب ون گوگ به این معتقده که هرچی بیشتر رنج بکشه به ماندگاری و به اون چیزی که از زندگیش میخواد نزدیکتر میشه. برای چیزی که توی زندگیش احساس میکنه به خاطرش ساخته شده انقدر تلاش میکنه، انقدر غذا نمیخوره، انقدر صرفه‌جویی در هزینه میکنه و انقدر سخت زندگی میکنه که احساس میکنی اصلا این یه حجم از ریاضت برای هنرمند شدن اصلا واقعی نیست. یعنی یک انسان چقدر مگر میتونه سختی بکشه به خاطر اینکه فقط هنرمند بشه. توی این کتاب به این نتیجه رسیدم که چرا یه سریا حذف شدن و یه سریا موندگار. تو به اندازه زحمتی که میکشی، تلاشی که میکنی و رنجی که توی زندگیت میکشی ماندگار میشی. همینطور که ون گوگ موند و هزاران نفر دیگر رو ما هیچ وقت خاطر نداریم. در طول مسیر حرفه‌ایتون بزرگترین اشتباهی که مرتکب شدین چی بوده و چه درسی ازش گرفتین؟ همین که قرارداد نمیبندن میرم پروژه اجرا میکنم. در مورد استارتاپ تخصصی معماری که راه اندازی کردین توضیح بدین. مسیر معمار شدن من آسون نبود. من 17 سال دانشگاه رفتم و خیلی برای اینکه امروز این جایی که هستم باشم تلاش کردم. توی این مسیر خیلی سختی هم کشیدم و به این موضوع معتقدم آدم هایی که پیشروترن و حالا یه تلاشی کردم، نمیخوام بگم استفال رو انجام دادم، ولی آدم های پیشروترن میتونن یه سمپلی باشن یا یه کمک کننده‌ای باشن به کسایی که امروز کار میکنن. من یادمه مثلا سال 88-89 که کار میکردم، به خاطر اینکه هیچ آفیسی نداشتم اون موقع، هنوز حالا مثلا دفتر و شرکت و اینها نبود، میرفتم نقشه هام رو روی کاپوت ماشین باز میکردم و به کارفرمانشون میدادم. خب این اون زمان خیلی مثل الان فضاهای کافی شاپی هم مثل امروز نبود، خیلی محدودیت‌های زیادی وجود داشت. تقریبا سال 96-97 به یک ایده رسیدم و اون اینه که مسیر معماری خیلی میتونه هموارتر باشه. یعنی مسیری که من توی 15 سال اومدم رو شاید یه نفر بتونه توی 5 سال بره. به خاطر همین فضایی رو انداختم که بچه‌هایی که حالا به شکل فریلنس کار میکنن بتونن بیان توی اون به عنوان آفیس ازش استفاده بکنن، تمام امکانات اداری رو داشته باشن و یه دونه میز حالا اصطلاحاً از اونجا اجاره بکنن و بشینن کارشون رو انجام بدن. این امکانات اداری به تو دیسیپلین کاری و امنیت کاری میده. موضوع دوم اینه که وقتی همه تقریبا در یک صنف هستید، البته ما در شاید 70% در معماری هستیم، یک گروه‌های دیگه رو هم قبول می‌کنیم چون تعامل کاری خیلی تعامل کاری جذابی برای بچه‌هاست. من بچه‌ها رو می‌دیدم که بعد از ظهر میرن روی تراس یه نقشه رو میذارن و با هم کرکسیون میکنن. کسی سوال نرم افزاری داره از کنارش میپرسه. پس این تعامل خیلی جالبیه. باعث افتخار منه ما امروز 19 تا شرکت معماری از متر مربع خارج شدن. یعنی بچه‌هایی که اونجا با هم ارتباط گرفتن، با هم دوست شدن، ارتباط کاری داشتن، از اونجا رفتن و آفیس شدن و حتی امروز میان از اونجا دوباره پرسنل میگیرن و 2 مرتبه میرن بیرون. به خاطر اینکه حالا من تجربه شخصیمه، اول دوست باشی و بعد کار بکنی خیلی خوب نیست. بهتر اول کار بکنی بعد دوست باشی. و ما اونجا سعی کنیم به بچه‌ها پروژه‌های رندومی رو پیشنهاد بدیم که حالا مسیرشون یه مقدار سریع‌تر بشه. من خودم یه سری پروژه‌ها و کارهایی که دارم رو اگه به بچه‌ها شرکت ندارم میدم بچه‌ها برام انجام بدن و بهشون حالا در همه زمینه‌ها کمک می‌کنیم. داستان من اینه. اول اینکه اگر یه آدمی تونست در یک مسیری بره، حالا نه به صرف این که قطعا بگیم که حتما آدم موفقیه، این میتونه دست آدم‌های دیگر رو بگیره و توی این مسیر هدایتش رو بکنه و این رسالت انسانیه در نهایت. و موضوع دوم اینه که اگر آدم‌های وجود دارن که اهل تلاش و کوششن و به این نتیجه رسیدن که با کار کردن توی یه فضا میتونن یه آینده بهتری برای خودشون بسازن، ما این فرصت رو در اختیارشون میذارم، به خاطر اینکه اگر آدم تلاش کردن و موفق شدن باشی 1 متر مربع هم برات کافی.
واقعا چیکار میکنین استارتاپ؟ ببین شما یا میتونید حالا به هر دلیلی برید آفیس اجاره بکنید اونجا کار بکنید، چون معماری خیلی آفیس محوره. الان خیلی فریلنسری معنی پیدا کرده، ولی شما هیچ وقت نمیتونید توی اتاقی که غذا میخوری میخوابی، گربه داری، نمیدونم بابات صدا میکنه، همسرت صدا میکنه، نمیتونی کار کنی. یعنی تو تمرکز حرفه‌ای کار نداری. ممکنه یه کاری بکنی ولی تمرکز حرفه‌ای فرق می‌کنه. حالا شما به عنوان یه کسی که جوانی و تازه وارد بازار کار شدی، نیازی به یه سرمایه‌ای داری که بری، یا الان حداقل اجاره که بتونی تو تهران بکنی مثلا 15 میلیون تومان، تازه بگید طرف ازت رهنم نگیره. همه که اینو ندارن. ما چیکار میکنیم؟ ما به بچه‌ها یه فضا میایم اینجا، یه فضای کاره که میزای مختلف و اتاق داره. توی شرایط مختلف بهشون این میزا رو اجاره میدیم. حالا اصطلاحاً اینا میان تو میزه کار میکنن. یه اتاقا مثلا ما اتاقمون هست 5 میلیون تومان، شما کمترین اجارتون در تهران الان در پرتوب جای به درد نخور مثلا 15 تومان. این میتونه اون فضا رو اجاره بکنه و کار بکنه. چرا؟ چون شما میتونید برید اون آفیس 100 متری داشته باشی، همون کاری رو بکنی که توی همین 1 متر مربع میزی که من بهت میدم. تو اگه آدم موفقیت باشی، پشت همین میزم کارتو میکنی دیگه.